خب اومدیم دربند. سلام آقای عبدی، چی داری؟ اینجا الان منطقه تالوکو است و دربند خودمون. بعد هر نوع گلگیایی بخوای اینجا دارویی غیر دارویی هستش. دارویی و غیر دارویی. آره همه رقم هستش اینجا. واقعا جای باحالیه، جای باصفاییه. خودت میدونی که گلگی های اینجا در اومده. فیلمشو بگید. آقای عبدی الان خودت چی چیدی؟ خودت الان چی داری؟ خودم الان نگاه کن، این گلگا زمانی چیدم. هر روز اومدم یکی چیدم، الانم دارم میچینم. خب این برای سرماخوردگی اینا خیلی خوبه. زمستون دم بذاری بخوری. فقط سرماخوردگی؟ همه چیز داروی خوبیه. سلام علیکم. شما اینجا چیکار میکنین؟ گل بکنی؟ مگه اینجا جای گل کندنه؟ ها؟ من اومدم گلو ببینم نکنم. به خدا وکیلی، خدا چی آفریده؟ اونجا رو میبینی؟ اون بر دره اون بالا اون دره دشته. خب دره دشت. آره دره دشت. این محل چنبل میگه. این دربند اون بر تعلق به اونا داره، این بر تعلق به ما تالوکویا داره. آن زمان سابق ما تمام اینجا را میگشتیم. زمان جوونی منظورت؟ آره تمام اینجا رو میگشتیم. الانم جوونی. آره واقعا الان اینجا یادی از اون زمان قدیم میکنن. آره دیگه بابا داره یاد خاطرات میکنه. خدا وکیلی، خدا چی درست کرده؟ نگاه کن. از زمین این گلگی رو نقاشی این فنس داره اینجا. ببین آقا گلها را ببین. به نگاه کن، همه طبیعیه. نگاه کن همه طبیعیه داداش. به